محمد سعید دولتوف سال تولدش 1939 ساکن دهه چهارسوی جماعت چهارگلتپه نویه رودکی به دادگاه این نویه از پسر خودش محمد یونس شکایت برده است. دعواگر در عریضگی دعواگیش نوشته است که پسرش او را نگاهبین نمی کند، برعکس تولد و کوب می کند و می خواهد خانه را که او در وقتش ساخته بود و پسرش محمد یونس سال 2000 با روی فریب به نام خود کرد از پسرش گرفته به او برگردانند. پدر نوروزی از فرزند در عریضه دعواگیش می نویسد که پسرش او را همه روزه غم و عذاب و عقوبت می دهد، من را نمی گذارد با اویلم در منزل استقامتی بحثی زندگانی نمایم، من را عموما نگاهبینی نمی نماید و حالا جوابگر پورا رفتار خود را دیگر نموده مقصد از منزل استقامتی پیش نمودنم را دارد. قید می نماید که صاحب ملک است و من از دستم هیچ چیز نمی آید. حالا چشمانم نابینو شده است. می خوام شرطنامه هجای باروی فریب کرده جوابگر را به اعتبار نمایم، چون که جوابگر می خواهد خانه را فروخته من را به جای زیست گذارد. محمد سعید دولتوف می نویسد از بس که فرزندش در وقتش از بیسوادی او استفاده برده خانه را در اساس شرطنامه توفه از آن خود کرد، آن باید بیکار کرده شود، چون که طبق کودکس گرجدانی جمهوری تاجیکستان عهد باروی فریب و قلبکی بسته شده از لحظه بسته شدن به اعتبار دانسته می شود. او از دادگاه خواسته است که شهادتنامه توفه این منزل به پسرش را به اعتبار دانسته تا اهل این بحث همه عملیات ها و دیگرگون نمایی وابسته به منزل استقامتی بحثی باز دارد و منزل بحثی را بحث بگیرد. نظر پسر محمد سعید دولتوف به این ماجرا هنوز دسترس نیست. در جامعه عمدتاً محافظه‌کار تاجیکستان و به احترامی نسبت به پدر و مادر را شدیداً محکوم می‌کنند و غیر قابل توجیه می‌شمارند. موردهای از فرزندان به دادگاه شکایت بردن والدان خیلی کم اندر کم واقع می‌افتد. چند سال پیش در ولایت قتلون یک پدر سالخورده فرزندش را گناهکار کرده بود که او را نگاهبینی نمی‌کند و توسط دادگاه طلب کرده بود تا که از فرزندش برای او الیمنت برویانند.